بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و دوستان عزیز، موضوع امروزه درباره آیا خوردن گوشت اسب رواست یا کی نه. در اینجا عالمان دو گروه میشوند. بیشتر اهل علم روا میداند، جایز میداند خوردن گوشت چیرا؟ گوشت اسب را. برای چی؟ برای که احادیث صحیح آمدگی است در همین جاده. یکم حدیث اون از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما قال، از جابر ابن عبدالله فرمودند که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاهلیه و رخص فی الخیل. پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جابر ابن عبدالله گفت که پیغمبر نهی کرد، منع کرد روزی خیبر از خوردن خری جایداری، از خوردن گوشت خری جایداری منع کرد و از خوردن گوشت اسب رخصت داد. ای خوردن گوشت اسب را برای ما رخصت داد. گفت جابر گفت. حدیث در روایت شده در امام بخاری روایت کرده است 3982 و امام مسلم 1941. یکم حدیث بود. دویم حدیث از اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها قالت، اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها فرمودند که نحرنا علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم فرسا فاکلناه. گفت در اسماء بنت ابی بکر گفت که در وقتی یا که در عهد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در وقتی بودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، گفت اسب را کشتیم، ذبح کردیم، پس گوشتش را استعمال یا که خوردیم. این هم در حدیث در بخاری است 5191 و امام مسلم 1942 1942 رقم حدیث. و باز حدیث سوم همین است که از جابر رضی الله عنه فرمودند که سافرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و كنا ناكل لحم الخيل و نشرب البانها. گفت جابر باز گفت که با همراهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سفر نمودیم و در سفر در وقتی سفر کردن چی گفت میخوردیم؟ گوشتی اسب را میخوردیم و چی؟ و شیر اسب را مینوشیدیم. حدیث روایت که از امام دارقطنی و امام بیهقی و امام نووی گفته است که اسنادش صحیح درست است. این سه حدیث بودن که درباره خوردن گوشت اسب روا دانستن و شیر اسب را هم جایز است. قول دیم همین است که قول دیگه کی گفته است؟ امام ابو حنیفه و دتا صاحباش گفتن که کراهیت دارد خوردن گوشت اسب. و دلیل آوردن چرا؟ دلیل آوردن آیت. گفتن که در آیت الله عز و جل میگه که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه. گفت که و اسب و خچیر و خر برای چی است؟ گفت برای سوار شدن، برای سوار شدن است و زینت است. اینجا الله گفت چی؟ خر و خچیر و اسب. گفت برای الله گفته است که برای سوار شوی است و برای زینت است. تمام. برای گفتن چی؟ در اینجا گفتن الله ذکر خوردن نکرد، نگفت که بخری، چون گفت برای زینت است و برای سوار شوی. برای همین گفتن که چی؟ گفتن که برای خوردن نیست، اینا برای سوار شوی فقط. این دلیل عام است، دلیل صریح و آشکار نیست. و از این دلیل علما رد کردن. همین دلیل گفتن که معنایی که الله در اینجا یاد کرده است سوار شوی و زینت دلالت نمیکند به اینکه منفعتی امانها، یعنی استفاده بردن امانها، همین اسب و خچیر و خر، این فقط برای چی است؟ برای سوار شوی و زینت است. این معنا دارد که فقط محدود برای همین چیزا هستند، نه که ذکر کرده در همین آیت همین سه چیزا برای چی؟ برای که بیشتری که انسان سوار می شود همین را سوار می شود، اسب و خچیره و خر سوار می شود. همین مقصد گفته است. میگن که چخیلی که الله عز و جل میگه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. چی گفت که الله چخیلی که الله عز و جل میگه حرام شد برای شما مرده و خون و گوشت چی؟ گوشت خوک. در همینجا خوک گفت، گوشت خوک فقط گفت. برای چی؟ برای که از اما حیوان فقط چی است؟ گوشتش چی است؟ در همینجا فقط ذکر شده است که گوشت خوک حرام است، نه که دیگر چیز خوک حرام نیست، نه همش حرام است. نه که انسان بیشتری که استعمال می‌کنه هم گوشت استفاده می‌کند، در عموم همین استفاده می‌برند. نه که عالما، همه عالما، یا که مثلا شتر برای سوار شوی، نه که خوردنش حلال است و همه عالما اجماع کردن که حرام است، هم خونی خوک. الله چرت فقط گوشتش، در اینجا گوشت ذکر کرده است. معنا دارد که ما گوشت خوک حرام است و تمام، دیگه حرام نیست، روغنش حرام نیست، خونش حرام نیست، دیگر اعضای بدنش حرام نیست، نه همش حرام است. نه که ذکر کرد برای که مقصدی همون چی انسان که میکشد چرا همون گوشت ای. برای همین نه فقط معنا دارد که الله فقط گوشت حرام کرد، نه همه چیز در بدن خوک است، همه چیز حرامه. عبارت از چی است؟ از روغنش، خونش و همه بدنش. باز حدیث دیگه آوردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته باشد که از خالد ابن ولید روایت شده است که
که پیغمبر گفته باشد که نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر و كل ذی ناب من السبع. که پیغمبر گفته باشد صلی الله علیه و سلم که نهی کرده از خوردن گوشت اسب و گوشت خچیر و گوشت خر و هر یک چی آنچه که چی دارد دندانای پیش یک درنده دارند مثل شیر و پلنگ و اینا. این حدیث روایت که از ابو داوود و نسائی و ابن ماجه. پس عالمان چی گفتن؟ نه عالمانی که درباره همین حدیث گفتن گفت این حدیث ضعیف است، حدیث ضعیف است، برای از حدیث ضعیف حکم گرفتن نمیشود. چخیلی که حافظ موسی ابن هارون میگه این حدیث ضعیف است و امام بخاری میگه هذا الحديث فيه نظر. امام بخاری وقتی گفت که در حدیث نظر است یعنی که نظر یعنی که انسان یعنی که نظری معنی دارد که ضعیف است. و امام بیهقی گفته است که هذا اسناد مضطرب، این اسنادش مضطرب است، صحیح نیست. مع اضطرابه هو مخالف لاحاديث ثقات، با هرچند که حدیث مضطرب است و حدیث مضطرب که از قسمای ضعیفه، یعنی که مخالفه به چی؟ مخالفه به حدیثای بخاری، حدیثای صحیح بخاری مخالف است این حدیث. یعنی که حدیثای بخاری صحیح آمده است که چی خوردن گوشت اسب. و امام خطابی هم میگه که در اسناد همین حدیث نظر است. و امام ابو داوود میگه هذا حدیث منسوخ، این حدیث منسوخ است. و امام نسائی میگه که حدیث الاباحه اصح، حدیث الاباحه حدیثی که گوشت اسب روا است اونا صحیح تر از این حدیثا. و قال و یشبه ان كان هذا صحیحا يكون منسوخا، اگر حدیث صحیح باشد پس این حدیث منسوخ می شود. برای چی؟ برای که در این حدیث میگه که پیغمبر رخصت اذن فی لحوم الخیل، اجازه داده در چی خوردن گوشتی، در حکم حدیث بود که اجازه داده در خوردن گوشت چی؟ خوردن گوشت اسب. برای این گوشت اسب حلال است، نوشیدن چیش شیرش و چیش حلال است. قول دیم که آوردن که مکروه است، حدیث ضعیف است و دلیلش صریح و واضح و آشکار نیست در این مسئله.